الله تعالی میگه و امر اهلک بالصلاه واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. اهل و اویلات رو به نماز دعوت کن، امر کن و امر فرمان ده، نماز خوان گو واصطبر عليها و در همین کار صبر کن. یعنی همیشه خیلی نه که فرض کنیم نماز خوان شدن 5 وقت نماز میخوندگی شدن با امر میکنید ای بچه خیز نماز خوندی نمازات گفته میستید واصطبر علیها در همین فرمان دادنت به نماز صبر کن. لا نسألك رزقا ما از تو رزق نمیپرسیم نحن نرزقك ما تو را رزق میدیم گفت الله تعالی. بنابراین یکی از سبب های وسیع شدن رزق اهل و عائله رو به نماز دعوت کردن، به نماز امر کردن. خیز زنک نماز خون، خیز بچم نماز خون گفته وقتی که میگوید این یکی از سبب های وسیع شدن رزق شما هست، چون که الله تعالی گفت که لا نسألك رزقا ما از رزق نمیپرسیم بلکه ما تو رو رزق میدیم. بعد نماز بدون علاقه الله تعالی گپ نمیزند، یعنی نماز به علاقه به رزق علاقه مندی دارد، خاصتا امر کردن اهل عائله به نماز واصطبر علیها و در همین راه صبر کن گفت، چون که صبر کن بیهوده نگفت. نماز خون میگوید یک دعا کارت کن گفتی یه بار بس ای میگفت نه، الله تعالی میگه که واصطبر علیها در همین راه صبر کن، یعنی بر دوام اونها دعوت به نماز کن. یعنی به اسلوبی هر خیله یک خیل اسلوب که همین غم نتیدو یک اسلوبا رو دیگه خیل کنید، به اسلوبی ترغیب گاه ها شروع کردن شما میدید، گاه ها ترغیب میکنه، گاه ها میترسونید از عاقبت بینمازی.